امروز 25 ایون شروع هفته نو است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط مبزهای روز. در فرودگاه دوشنبه ترمینال بارکشانی با استفاده داده شد. این مرکز ظرفیت بارکشانی 20,000 تن بار در یک سال را داشته است. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید افسرانی که در جلب اجباری به ارتش دست داشتند مجازات میشوند، ولی آموزگار ابله شده هم باید قرضش را در نزد وطن ادا کند. و منع رانندگی زنان سعودی لغو شد. آنها اکنون میتوانند در تنهایی سر فرمان ماشین نشینند. من امروز خیلی خوشبختم. این یک روز تاریخی برای زنان سعودی می باشد. اکنون هر یک زن حق راندن ماشین را دارد. فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه صاحب کلانترین ترمینال بارکشانی شد. در بنیاد این مرکز میلیون ها دلار صرف گردیده و ساختمان آن بهار سال گذشته آغاز یافت. مقامات میگویند با استفاده دادن این ترمینال بزرگ صدها تن شهروندان کشور صاحب جای کار خواهند گشت. شادمانی یتیم رسمی افتتاح این مرکز بارکشانی را به نهار گرفت. فرودگاه بین المللی دوشنبه صاحب بزرگترین ترمینال بارکشانی در آسیای میانه گردید. ترمینال با سرمایه ژاپن بنیاد شده. در مراسم افتتاح آن روز 25 ایون سروزیر تاجیکستان اشتراک کرد. لوحه مذکور از جانب اگنتی جیکا با مبلغ 1 میلیارد و 214 میلیون ین ژاپنی که تقریبا 75 میلیون دلار آمریکایی میباشد ساخته و استفاده داده شد. با گفته مقامات این مرکز ظرفیت بارکشانی 20,000 تن بار در یک سال را دارد. این مرکز با تجهیزات سردکنی نیز مجهز است. پشت همکاری‌ها با ژاپن یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی تاجیکستان به حساب می‌رود و ما دولت دوست را همچون شریکی با اعتماد خود در عرصه بین‌المللی می‌بینیم. از زمان شوروی پیشین در فرودگاه دوشنبه تنها یک انبار بارکشانی وجود داشت که ظرفیتش خیلی اندک بود. حالا با فعال شدن مرکز نوی بارکشانی تاجران تاجیک و خارجی الکی برای انتقال بار خود به فرودگاه دوشنبه درخواست فرستادند. بینای کونه که امروز در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بود سال 1964 ساخته شده بود و طلبات امروز جوابگو نیست. در یک سال ما تا 8,000 تن بار مواد را انتقال می‌دهند. بعد از ساخته به استفاده دادن ترمینال بارکشانی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تا 20,000 تن در یک سال ما اختراع زیاد کردیم. ترمینال نوی بارکشانی در کنار فرودگاه دوشنبه را در مساحت 3700 متر مربع در ظرف 1.5 سال ساختند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی آن کشور را برنده انتخابات روز یکشنبه 24 ایون اعلام کرد. با گفته این نهاد اردوغان بیش از 50% رای‌ها را به دست آورده و نیاز به دور دوم انتخابات پرزیدنتی نیست. نتیجه انتخابات پارلمانی در آن کشور نیز به نفع حزب عدالت و ترقی پرزیدنت فعلی و متحدان آن است، چون بیش از 42% آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده است. درباره چون و چرا این مرکز سیاسی من صحبت داشتم با عباس جوادی که مسائل ترکیه را از نزدیک پیگیری دارد. سوال نخستین من این بود که آیا میتوان گفت بعد 16 سال تلاش اردوغان به هدفش رسید؟ ببینید یکی از روزنامه‌های ترکیه اینو با سریال‌های ترکی تلویزیونی مقایسه میکرد. میگفت که 16 سال است ما همین سریال میبینیم، هر کس می آید میره و یکی میمیرد، زاده میشد، غیره و غیره، ولی یک کس همیشه اونجاست. 16 سال است آقای اردوغان و امید حداقل این روزنامه اپوزیسیونی هست این بود که این تصویر عوض خواهد شد، ولی نشد. یعنی یک اقلا دست کم یک 5 سال باز این مجموعاً 21 سال آقای اردوغان بر صدر قدرت در ترکیه خواهد ماند. بعداً من از عباس جوادی پرسیدم که تاثیر پیروزی اردوغان به ایمیج بین‌المللی ترکیه چگونه خواهد بود؟ هیچ تأثیری نخواهد کرد. به نظرم سیاست خارجی ترکیه و سیاست منطقوی ترکیه همچنان که بوده است ادامه پیدا خواهد کرد بدون تغییرات مهم. حالا چند تا فاکتور هست در این انتخابات. یکم اینکه حزب کوالیسیونی حالا اردوغان، حزب ناسیونالیستی MHP
تبدیل شده است به یک فاکتوری که بدون آن اردوغان نمیتواند حکومت کنه. ولی ظاهرا حداقل تبری هست که تفاهم بین این دو حزب خیلی زیاد است، بنابراین انتظار مشکلات در این کوالیسیون نمیشه داشت. دو، آقای اردوغان با صلاحیت هایی که مخصوصی که گرفته است همچون پرزیدنت در رفرندوم اخیر تأمین شد برای خودش، قدرت اصلی رو آقای اردوغان دارد در تعیین و انتخاب وزیر، بیکار کردن وزیر، پارلمانت، از کار ساقط کردن پارلمانت و غیره. تمام این اختیارات در دست پرزیدنت هست. در حقیقت حکومت فقط میتونه اجرا کنه کارهایی را که تصمیم‌هایی را که پرزیدنت گرفته است. انتخابات ترکیه در شرایط برگزار شد که این کشور با مشکلات چون کاهش 20% ارزش پول ملی‌اش روبرو گشته است. من از ابا جوادی آینده اقتصادیات ترکیه را پرسان شدم. فکر کنم اقتصاد ترکیه و ارزش پول ملی لیره زیاد بستگی به حکومت فقط ترکیه و سیاست فقط ترکیه ندارد، بلکه این فاکتورهای بین المللی هست. واقعیت این است که پول ترکیه 20% ارزش خود را در این سال جاری از اول ینور از دست داده است و احتمالی که داده می شود از طرف بررسی های بین الملل، پژوهش های بین المللی این است که این روند ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی ارزش پول ترکیه و قرض ترکیه و شرکت های خارجی بیشتر خواهد شد. بنابراین اون ثباتی رو که اون آرامشی رو که و اون پیشرفتی رو که ترکیه تا حالا تا 3 سال پیش 4 سال پیش داشت اون دیگر تمام شده است. دبر احتمالا مشکلات اقتصادی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اگر نه سخت‌تر خواهد شد. ولی با همه اینها ترکیه هنوز یکی از 20 کشوری هست که در دنیا رشد اقتصادیشون بیشتر از همه است. ابا جوادی بود رهبر بخش آسیای مرکزی رادیو آزادی. اما ما موضوع جهانی را ادامه میدیم. شروع از دیروز منع رانندگی زنان در عربستان سعودی از بین رفت. تا کنون زنان در آن کشور می توانستند تنها با حضور مردان خانواده‌شان سر چنبر ماشین بشینند. لغو این طلبات ابتکاری ولیعهد عربستان سعودی بود و شورای علمای دینی این فرمان را به منفعت جامعه کشور دانست. تفصیلات از سجیده میرزا. روز یکشنبه 24 ایون زنان عربستان سعودی از حق رانندگی برخوردار شدند و خود همان روز در کوچه های سراسر این کشور زنان راننده زیاد به چشم خوردند. ساکن شهر ریاض اسماء السمدی بار اول از این حق استفاده کرد. من امروز خیلی خوشبختم. این یک روز تاریخی برای زنان سعودی می باشد. اکنون هر یک زن حق راندن ماشین را دارد. شوهر او لوعی السمدی هنگام ماشین رانی همسرش را همراهی میکرد. با فکر او پیشنهاد حق ماشین رانی به زنها هم به نفع عائله های سعودی و هم به نفع مملکت است. این اقدام به زنان استقلال بیشتر می دهد، نه تنها استقلال بلکه مسئولیت. اکنون او برابر من مسئولیت دارد و با امکان راندن ماشین او می تواند برخی از مسئولیت های خانوادگی را بر دوش گیرد. اکنون او خودش هم انتخاب دارد. قبلا هر کاری او وابسته به تصمیم های من بود. الخيار صار في يدها وانا اقدر اعتمد عليها مو كل حاجه فوق ظهري انا. با قول کارشناسان لغو منع ماشینرانی زنان سعودی برای رشد اقتصاد این کشور هم زمینه خوب فراهم می آورد. رسانه های محلی تخمین می کنند که در عربستان سعودی بازار فروش ماشین از 6 تا 10% رشد کرده، حتی بازار خاصی برای فروش و ترمیم ماشین های زنان تشکیل خواهد شد. روز یکشنبه چاره‌بینی های خاص به مناسبت رانندگی زنان دایر شد. از جمله شرکت تلکام سعودی که مسئولیت تعلیم رانندگی زنان را بر عهده دارد نمایشگاه برگزار کرد. ما یک گوشه خاصی را تشکیل کردیم که در آن زنان سعودی با ماهیت ماشینرانی آشنا می شوند. قبل از گرفتن مجوز رانندگی آنها می توانند اینجا آمده
در لوحه کامپیوتری ماشینرانی آموزند. در اینجا آنها مثلا به اهمیت بستن تسمه بی‌خطری و غیره آشنا می‌شوند. شاهی عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز ماه سپتامبر سال گذشته به ماشینرانی زنان اجازت داد و برای آماده نمودن شرایط مناسب 10 ماه وقت جدا کرد. سر از آغاز ماه روان نهادهای نقلیاتی سعودی به تقدیم مجوز رانندگی به زنان شروع کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و ما برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان نسبت 2 نفر کارمندان کمیسریات حربی برای جلب مجبوری خدمت در ارتش پرونده جنایی باز شد. کارمندان کمیسریات برای به اصطلاح ابله‌های معلم عیبدار میشوند، هرچند طبق قانونگذاری آموزگاران در تاجیکستان رسما از خدمت در ارتش آزاد هستند. عبدالله شورف این قضیه را پیگیری دارد و جزئیات را از او میپرسم. خود خوش آمدی عبدالله. و تو به حال در مورد به جوابگاری کشاندن والدان و خود جوانان برای گریز از ارتش خبر می رسید. این معلومات که برعکس آن است در کجا رخ داد؟ سلام شالو. این حادثه در ولایت ختلان اتفاق افتاده است و دادستانی نظامی ولایت ختلان علیه 2 کارمند کمیسریات حربی ناحیه وخش برای زوراً حاضر کردن آموزگار جوان شمس‌الله سلطانوف به خدمت ارتش پرونده جنایی باز کرده است. مقامات دادستانی میگویند که کارمندان کمیسریات ترتیبی با کمیسیه دعوت حاضر کردن سلطانوف را دغلانه ویران کردند. علیه کارمندان کمیسریات با ماده 391 کودکس جنایی یا سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز شده است. این ماده تا 12500 سامانه جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. فعلا هر 2 کارمند کمیسریات در آزادی هستند. ما قبل یک منبع نزدیک به تفتیشات این 2 کارمند کمیسریات هم در بازپرسی ابتدایی گفتند که تنها فرمانی رهبریت جماعت را اجرا میکردند. معلم شمس‌الله سلطانوف در یک از مکتب‌های ناحیه وخش از فن تاریخ درس میگفته است. اما از این معلم چه خبر است عبدالله؟ آیا او به کار تعلیم برگشت و یا به صفی سربازان پیوست؟ شهلا بعد از آن که شمس‌الله مورد ابله و به اصطلاح قرار گرفته است، نزدیکان او از عملکرد کمیسریات حربی به دادستانی نظامی شکایت بردند. مسئولان مکتب هم تصدیق میکنند که افسران کمیسریات شمس‌الله سلطانوف را هنگام درس و با شیوهی بدی دستگیر کرده به ارتش بردند. عین زمان این آموزگار در یکی از قسم‌های نظامی وزارت دفاع در شهر دوشنبه خدمت میکند. در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و جلب مجبوری جوانان به صف نیروهای مسلح هر سال در زمان دعوت بهاری و تیرماهی مشاهده می شود. سپاسی بی پایان عبدالله. شکر. در حالی که برخی جوانان از خدمت در ارتش فرار میکنند، آنها هم کم نیستند که برای حمایت از شرف تاجیکستان نه تنها در داخل بلکه در خارج کشور تلاش می‌ورزند. به مثل تیم جودوچیان جوان که در یک سبقت ورزشی صاحب 9 مدال شدند. برای یوسفی به پیشواز این ورزشکاران به فرودگاه رفت. تیم جودوی جوانان تاجیکستان پس از پیروزی در جام جودوی آسیا میان جوانان تا 21 ساله به وطن برگشتند. در این سبقت که روزهای 23 و 24 ایون در استقلال قرقیزستان برگزار شد، 159 ورزشکار جوان از 9 کشور آسیا شرکت داشتند. ورزشکاران نورس تاجیک و جوانان در حیات 24 نفر برآمد نمودند و سزاوار 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنجی گردیدند. 2 ورزشکار جوان تاجیک جهانگیر مجیدوف در وزن تا 81 کیلو و سهراب باقیف در وزن تا 60 کیلو با دریافت مدال‌های طلا میان سبقت جوانان تیم جودوی تاجیکستان را در مقام دوم جای دادند. یکی از مسابقات‌های بانفوذ بود برای ما. در اینجا ما با حریفان خود با 3 حریف خود غالب برآمده غالب این مسابقات گشتم. خورشید مجیدوف برادر بزرگ جهانگیر که در این سبقت در وزن بالاتر از 100 کیلو هنرنمایی میکرد، مقام سوم و مدال برنجی را به دست آورده است. این مسابقات و این مدالی که من گرفتم برای من خیلی خاطرمان میباشد، زیرا من سال 2017 در جمهوری روسیه در یک مشق دست جمعانه در تمرین مجروح شده بودم و بعد از مجروحیت این اولین مدال من است. نشر نوبتی برنامه را با خبر از فرودگاه آغاز کرده. همین گونه با خبر از فرودگاه انجام میدیم. با امید خبرهای خوش در برنامه بعدی شما را انتظاریم. خبرگزارش بیشتر ما را در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب دنبال کنید. سپاس که امروز نیز همراه ما بودید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما باشید.